توپق. چی هست؟ علامش چیه؟ خوب ششه من نگاه کنید. اینا چند تاست؟ آقا توپق زده، مواد که نزده. واسه مثلا بگه خواهم ایستاد گفته وای خواهم سای. چی رو اشتباه گفتی؟ سانتریفیوژ. الان دارم میگم سانتریفیوژ. ای بابا مگه میشه توی جمله 6 تا سانتریفیوژ باشه؟ سانتریفیوژ که راحته که. مهندس اگه راحته 3 بار پشت سرم بگو. بفهمم. سانتریفیوژ. درسته؟ فانتزیش. درسته؟ سانتریفیوژ. سانتریفیوژ. همین که این میگه. حاج آقا 860 میلیون تومان مال من. 880 میلیون. حاج آقا مرقوم بفرمایید 900 برای شاوردی. 1 میلیارد تومان تمام. 1 میلیارد و 50 میلیون. 1 میلیارد و 60 میلیون. عزیز من کلام بنده هنوز منعقد نشده. 1 میلیارد و 60 میلیون و 5000 تومان. برادر من شما بلدی تعداد صفرای میلیارد رو بشماری؟ بله حاج آقا، رو کاغذ که بنویسین سه تا که از سمت راست علامت بذارین اون عدد مورد نظر به دستتون میرسه. حاج آقا جون مرقوم بفرمایید 1 میلیارد و 700 میلیون تومان برای من. حاج آقا 1/8 برای خود من. 1/8 چی؟ هر چی. حاج آقا خودش میدونه. 2 میلیارد تمام حاج آقا. من انصراف میدم، مبارک بشه آقای شاوردی. 40 میلیارد برای من. چی میگی تو؟ کی هستی تو؟ با کی کار میکنی؟ عزیزم بهتره زیاد پرسجو نکنی درباره من، به نفع خودت. اقتصاد علم پیچیده‌ایه. من در کمتر از 4 ماه اجاره میکنم یکی از قطب‌های اقتصادی خاورمیانه. خیلی مخلصی. سلام علیکم، شاوردی هستم. یه سری سوال ازت میپرسم، برعکس باید جواب بدی. خیلی ساده است. مثلا تو علیرضا بیراوندی؟ نه. برعکس باید بگی. بگم کیه مثلا؟ مورینیو گفت بیا با هم عکس بگیریم. نه. باید میگفتی بله. مورینیو نگفته بود. تو به مورینیو گفتی بیا با هم عکس بگیریم. چه بازیه؟ خب همین الان گفتی من میگم علیرضا بیراوندی، تو بگو نه. خب فصل 99 مرد سال فوتبال ایران شدی؟ بله. آفرین. چون باید بگی باید آفرین. درست بگم گفتی. نه. خب باید میگفتم نه یا برعکس بله. گفتی، درست گفتی، چون تو فصل 97 98 شدی، تو 99 نشدی، پس تو درست گفتی بله یعنی نه خیر. برعکس گفتی. حامد اینو بردار جون مادرت، برو یه رنج دیگه. کیه بابا این؟ شما کسی نیستی. کسی شما رو نمیشناسه. من نقی معمولیم. من کشتی گیرم. همه منو میشناسن. ولم کن با این کشتی گیرم. کشتی ما رو با این کشتی. یه بار گوشت شکسته، یه بار رفتی اصلا کشتی بگیری. داری از حسودی کهیر میزنی. شیخ خدا پس. ببخشید من این چیز تای دل من مونده بود، گفتم نگم من منفجر میشم. آقای نقی معمولی، برای من بی‌سوادم، من عقده‌ایم، من قلب زدم. توی علی آباد هیچ کس به من زن نمیده. آقای قهرمان کشتی، آره همین خانم رو زدن به این به رئیس فدراسیون این ور اون ور. آقا در کنار تجلیل از آقای بهبود فریبا یه تجلیلی هم از شما بشه. یه دونه تیکه کاغذ پاره برداشتن قاب کردن دادن یارو دستشو داد. بعدش هم اون دو تا سکه مال همین آقای اوسموساست، از ایشون قرض گرفتن دادم به شما برای اینکه افسرده تر نشی. فینیتو گود نایت. فرق فرش ماشینی و فرش قالی کرمون رو نمیدونی. اون وقت الان میخوای بری خارج تجارت فرش بکنی. این فرش ماشینیه؟ بله که ماشینیه. بعد چیه؟ قیمت چنده؟ 22 خریدم. 22 خریدی؟ بله. من 35 میخرم ورش رو بیاد. چی؟ 35 من میخرم ورش رو بیاد. به جونم ماشاءالله فروختمش. بیانش هم 40 تومن من میخرم مال من. ببین من در این دکونه. آقا 40 تومن من این فرشو میخرم. 45 تومن من میخرم. ماشاءالله جون. یه برو برده بیار دیگه. گوش کن ببین چی بهت میگم. تو گوش کن، من اینو 50 میخرم برده بیار. آقا جون تو اینو 60 هم نمیدی. شما اجازه بده به من. تو اینو 70. مرد حسابی تو فکر کردی با حالو طرفی من دست میندازی؟ من ننه خدا بیامرزم یک عمر قالی باف. من با قالی بزرگ شدم، با قالی. الان مثلا این برقا میتونه روشن نباشه. امروز به خاطر شما روشن. به خاطر من روشن. به خاطر من خاموش میکردی بهتر بود.
یه زمانی میگفتن اگه پول داشته باشه ایران بهترین جاست برای زندگی، اما در حال حاضر من شما به جز پول باید موتور برق، تانکر آب، کپسول اکسیژن، قطب‌نما، ماسک فیلتردار، بخاری برقی، پنل خورشیدی، موشک بالستیک، ژنراتور پشتیبان، فیلتر تصفیه آب، چراغ قوه شارژی، پاوربانک قوی، داروی ضروری، بنزین ذخیره، کیسه خواب، نیروگاه هسته‌ای، اورانیوم غنی شده، کپسول گاز، بطری آب قابل حمل، کولر گازی همراه، کیف نجات، سیم کارت خارجی، لانچر، جنگنده، بیتو، جعبه کمک‌های اولیه، استارلینک، جی پی اس دوچرخه بیمارستان، هلیکوپتر و یک خط هوایی برای خروج اضطراری داشته باشی، الان ایران بهترین جای برای زندگی. ترامپ میدونه نوشته شرط اولت برای مذاکره اینه که آذربایجان رو بدن به آمریکا. یا حسین آذربایجان و شاخلره. چی میگی؟ من از بچگی دوست داشتم ترک باشم. الان فرصت غنیمت شمردم، گفتم تو این توافق یه سوء استفاده شخصی هم بکنم. چی شده؟ آقا ما نفتم میخوایم. نفت میخوای باید برج ایفل رو بدی به ما. اون اصلا دست ما نیست مسعود. برج ایفل تو انگلیسه. فرانسه است. ما محسن چاوشی هم میخوایم. چاوشی رو که نه، ولی امینه ما میگیرم ساسی رو میدم. بابا مسعود زرنگی ها. ساسی رو نهایتا ما مایکل جکسون میتونیم عوض کنیم. اون که مرده. میدونستین اینو؟ مرتضی پاشایی رو میدیم، مایکل جکسون رو میگیریم. آقا تیم کشیه مگه؟